قصه از کجا شروع شد، از گل و باغ و جوونه. میخواستم دندونامو سفید کنم، رفتم بلیچینگ کردم، ولی اون مقداری که میخواستم سفید نشد. آمپول اولی که بهش میزنم بی‌حس نمیشه، آمپول دومی که بهش میزنم بازم بی‌حس نمیشه، آمپول سومی رو که بهش میزنم بازم بی‌حس نمیشه. یا یه دندونی دارید که قبلا، یعنی چند سال قبل کشیدید جاش خالیه و میخواید ایمپلنت بذارید. یکی از دوستانم تعریف میکرد، میگفت در دوران بچگی تو محلشون یه آقای زندگی میکرد معروف بود به اصغر آقا قرنشکن. اگر جزو این بلک لیستی که میخوام بهت بگم هستی، اصلا طرف کامپوزیت ونیر نرو، چون داری پولتو میریزی دور. میری داروخونه میگه آقا نخ دندون میخوام، میگه بله بفرمایید 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 و بفرمایید. میگه آقا فرق اینا چیه؟ میگه فرق خاصی ندارن، بیشتر تو برندشون با هم دیگه اختلاف دارن. چرا انقدر ما به شما تاکید میکنیم قضیه مراجعه به دندون پزشکی رو جدی بگیرید؟ سلام، من دکتر محمدزاده هستم. بعد از 15 سال تجربه کار حرفه‌ای دندون پزشکی تصمیم گرفتم یه پیج متفاوت، هم از نظر سبک ویدیو و هم از نظر محتوا، برای مراجعین خودم و همینطور کسایی که دلشون میخواد اطلاعات عمومی دندون پزشکیشون رو بالا ببرن راه اندازی بکنم. باشد که قبول افتد. مثل همیشه سالم باشید و خنده. خسته نباشید خسته نباشید. آقا بریم نهار. جانم همین چی رو گفتم که راستی تا یادم نرفته بهتون میگم تو پیج جدید منتظرتون هستم.